اگر دقت کرده باشین داخل یوتیوب پر شده از چالش‌های سستون خوردن و رفتن داخل همون با لباس و این حرفا. ولی امروز من قراره با این چالش‌ها پایان بدم. امروز قراره با 10 تا از حروف الفبا 10 تا چالش انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی این که قراره قرعه کشی کنیم بین حروف الفبا و 10 تاشون رو دراریم و با هر کدوم از اونها یه چالش انجام بدیم. هیچی نمیدونم بعد چیکار کنم برای چالش با حرف ت، برای چالش اول. به نظر خودم بهترین کار اینه که 3 دقیقه فقط با حرف ت شروع کنیم. تناب تال توته بعد اینجوری صحبت کنیم. سخته خدایی، ولی 3 دقیقه از همین الان شروع میشه. 3 2 1 تالتون توته. لطفا تالت کنین، تالت کنین، تامنت بدالین، تابت طلب کنین. خیلی سخته، خیلی تاته. لطفا تناب بزنین. تناب بزنین چجوری بگم خب خاندانیشه. تتاب بزنین. میلین دنا، میلین شنا، تیرین شنا، تینا. دوتن مایه تمیز بودین. سخته، واقعا سخته. چت جی بی تی تا دست تو تونه این چه چالشی بود من دادی. دوتن دلیمی تینین توتن تو تندلی تیتیدین تتیز تونین. لطفاً ترتو تتید نتونین، تنونین. خیلی سخته بچه، خیلی سخته. توده دو دیدی توده بیدیده. من کسی رو مسخره نمی کنم. این چالشی که چت جی بی تی داده. فن نمیتونم حرف بزنم. چالش باخت، نشد. بریم برای چالش دوم. چالش اول انجام دادیم، بریم برای چالش دوم. یه همه ریز همین. خدایا به ما رحم کن. حرف الف همینجوری که میبینین. پس بریم چالش حرف الف هم انجام بدیم، برمیگردیم دوباره. بچه ها برای حرف الف دیگه آب دیگه بهترین چیز. الان میرم بیش شیر آب بخورم و چالش دوم تمام بشه. خیلی سخته بود چالش ها، خیلی سخته. دارم اذیت میشم. این هم از شیر آب. این هم از چالش دوم. بریم برای حرف سوم. تا الان همچین آسون نبوده. حرف سوم بیا اینجا ببینم. همینو میخوام بردارم، همین که اینجا افتاد. حرف ش، همجوری که میبینین حرف ش. چالش بعدی با حرف شه، کلمه شه. میخوام برم از اینا بپرسم میتونم با توپشون یه شوت بکنم. شوت باشه. این چالش هایی که دارم انجام میدم با چالش ستون آسون تر لامنسته. ای خدا. آقا شرمنده میتونه با توپ یه شوت بکنم؟ دارم ویدیو میگیرم، یه شوت بکنم میرم. دارم ویدیو میگیرم، با توپ یه شوت بکنم میرم. چالش دارم، میشه؟ دارم دیگه. توپ میدی دارم. نه یه دقیقه یه شوت بکنم میرم. حالا من نمیدونم. یه لحظه. ممنونم. دست شما در نکنم. ممنون، متشکرم. آقا اینم چالش بعدی قرعه کشی بریم انجام بدیم ببینیم چالش بعدی چیه. بچه میگه نه توپشو داشت نمیخواست بده. بچه نمیخواست توپشو بده. آقا این چالش هم انجام بدیم دیگه. ببینیم چالش بعدی. برای چالش چهارم خدایا به ما رحم کن. چالش چهارم حرف لام یا ل.
بذار پنجمی رو همینجا حالا بردارم دیگه. این دوتا رو با هم انجام بدم. این نیام اینجا هی بردارم. بعدی هم 3 صابون گلنا چی ببخش 3 صابون. بریم چالشش انجام بدیم برگردیم. برو بریم. برای هر فیله هم میخوام برم مردم بپرسم برام یه لطیفه بگم. و یکی پیدا کنم یه لطیفه چیزی بهمون بگه. بذارم یکی رو پیدا کنم. بریم یکی رو پیدا کنیم. آقا یکی رو پیدا کردم میخوام برم ازش بپرسم یه لطیفه بهمون بگه. ان شاء الله که قبول کنه. بریم سمتش. آقا شرمنده خوب دارم ویدیو میگیرم میشه یه لطیفه یه جوک به ما بگه شرمنده به خدا. لطیفه بگم؟ آره. آقا لطیفه بگی زبر. براگیری شما؟ جان نه برای یوتیوب میخوام ویدیو بگیرم. لطیفه چی میگن خب؟ هر چی گفتی دیگه. چت جی پی تی گفته هر فیله برو یکی بپرس یه لطیفه بهت بگم. علی؟ آره. حالا نه دیگه هر چی بود دیگه. جوکت هر چی بود. هر چی خواستی حالا شما بگو دیگه. آقا چیزی ندارم واقعا. هر جا که گفتی تو که همیشه میگی یه چیزی بسیاری خدا کسی رو یا لگ هر جا گفتی آدم شدی اش اسخای نه اب نداره دمتون گرم من یکی دیگه بپرسیم دیگه. اینجا کسی نیست نشد دیگه. بریم یکی دیگه بپرسیم. بعد این چالش بپرسیم. بریم من یکی دیگه بپرسیم. آقا سلام. مرسی. شرمنده میشه یه لطیفه به ما بگین شرمنده تون؟ لطیفه بگیم؟ آره. چی بگم هر چی خواستین. مهم نیست یه لطیفه بگین. برام چالش انجام میدم. نمیدونم بزنم هیچی؟ باش دمتون گرم. نه یه عربی مره ببخشید البته میگه جور میره. آره دیگه آره. یه عربی مره انگلستان درس بخونه. بعد رفیقش تو چطور نمون رفیقش تو ماشین برمیگردن. 2 تا رفیق دارن دخترینه با خودش میگه که یک چند قدم میگه اوه جورج. این دوستش میگه تو چیه؟ میگه اوه جورج. میگه مو نامزادم الان به یادش به حالت شما یادم میگه بد نیست. میگه نه. میگه من هم نامزاد دارم. پس میگه خب بگو تو نامزاد چیه؟ میگه اوه عبدالله. اوه عبدالله نامزادش عرب بیره. دست شما من متشکرم. یه چه زفون داره زد کنه بگیم. تازه جوانی پسر ریشخند گفت به پیر به کمانت پکن. پیر بخندید و گفت جوان چرخ جوانی است کن چون یک کمان. دست شما در خونه متشکرم. خیلی ممنون. خیلی عزیزی. متشکرم. ممنونم. بریم برای چالش پنجم دیگه. چالش چهارم کلا انجام شد دیگه. دم مردم گرم. چالش چهارم انجام بدیم. چالش پنجم 3 صابونه. 3 صابون. برای اون هیچ ایده ای ندارم. هیچ ایده ای. نمیدونم چیکار کنم. نمیدونم برم صابون بگیرم بخورم. نمیدونم هیچ ایده ای ندارم. آقا چالش پنجم دیگه باختیم دیگه. چالش پنجم باختیم. چاره نیست. باخت قبول میکنیم. عیب نداره. چالش پنجم 1-1 شدیم. الان 4 تا انجام دادیم. 4 تا انجام شده، یکی انجام نشده. عیب نداره. بریم برای چالش بعدی. قرعه کشی کنیم باز 2 تای بعدی رو ببینیم چیه. خدا بخیر کنه. خب چالش بعدی چالش ششم. پنجم و چهارم رو با هم انجام دادیم. ای خدا موتور رد شد. چالش ششم. خدایا این آسون باشه دیگه. ای خدا زی دست دارم جوری که میبینین. بذار اینم هفتم میرم بردارم با همین. هفتم میرم بردارم سری دیگه. وقتی شما هم گرفت آخ جان دال. خدا کنه یه چالش خوب باشه. بریم سراغ این ویدیو. بریم سراغ این چالش رو باز برمیگردیم. چالش
هیچ چی دیگه به ذهنم نرسید جز دور کل این محوطه پارکو یه دور میزنم، همینجوری با هم فیلم میگیریم حرف بزنیم. آقا از همینجا شروع میکنیم، میریم دور میزنیم میریم دیگه، چاره ای نداریم. وقتی دور زدیم اومدیم اینجا دقیقا رسیدیم به خانواده پشت سرمون، تمام چالش یه دور باید بزنیم. این چالش بدی داره اینه که تجهیزاتی نیست دور رو برم. توی پارک اومدم دارم انجام میدم، واسه همین میگم هیچ تجهیزاتی نیست، فقط همین دور دیگه باید انجام بدیم. بریم حالا یه دور بزنیم. دور که زدم آخره که رسید جایی که اومدم یادتون باشه دیگه، قشنگ یادتون باشه. دقیقاً کنار سرسره شروع شد، کنار سرسره هم تمام میکنه. بریم دور بزنیم. یکی چیزه اونم خواب سرسره‌ای داریم میریم. میدونین بعدی این پارکی چیه؟ پارک بزرگیه حدوداً. واسه همین میخوام کول دور بزنم کم سخته، واسه همین هی قد میکنم، هی نصف میگیرم. الان 1/4 رفتیم، بریم برای 2/4 یا نصفش. لیتس گو. بریم باز بهتون میگم. آقا نصفش اومدیم، 2/4 از همون بر دقیقاً از همون سمتی که اومدیم شروع کردیم، الان روبرومونه. الان دور زدیم، نصفش اومدیم، داریم میریم. هنوز 2/4 رفته. الان بریم برای 3/4. برو. آقا من نقطه پایان دقیقاً از همون جایی که شروع کردیم تموم شد. این از همون جایی که رد شدیم. بریم دیگه، تمامه. بریم به سمت چالش بعدی. موتورها اینقدر از اینجا رد میشن دیوونه شدم. بریم برای چالش بعدی. بریم. من که واقعا سخت بوده دیگه، واقعا دارم باره میشم. بریم برای سراغ چالش 8م. خدایا به ما رحم کن تو رو قرآن. این چه حرفی آقا؟ زی سین. این حرف بعدی هم همینی که اینجاست. حرف میم باز فکر میکنم راسون باشه. 9 تا. آقا واقعا دیگه واسه یه سین چیکار کنم؟ اصلا کاری نمیشه. بعد دوباره بگم شرمندم، ببخشید، ولی باخت سوم. تا به الان 5 تا رو انجام دادیم، 3 تا رو نتونستیم. و برای مه تنها چیزی که به ذهنم رسید که اونم الان اینجا نمیشه کرد، هیچ میمم. الان باید بریم باز یکم به ذهنم برسه چیزی. بعد واقعا آخرش که واقعا داره سخت میشه. دور پارک دور خوردم، الان نفسم نمیاد بالا. برای میمم نمیدونم برای ببینیم باید چیکار کنیم. آقا بریم ببینیم باید چیکار کنیم، باز میام بهتون میگم. برای میم یک روش، یک چیز به عالی، خوب، خفن، عکاسی از ماشین. قراره چند تا عکس از ماشین بگیریم. تمام. چند تا عکس از ماشین بگیریم. همین که چند تا عکس از ماشین میگیریم و چالش من تمام. بریم چند تا عکس بگیریم. بریم. خب اینم از چالش آخر، همینی که از همه دورتره رو ور میدارم که دیگه از دست من نخواد فرار کنه. باشه بینم حرف ر. خدایا با ما رحم کن. بزن بریم سراغ چالش آخر. آبرو شرفم بسته. آبروم رفت. میزون. آقا من گفتم آخر ویدیو همراه من باش. چون آخر ویدیو تو سورپرایز دارم. سورپرایز من چیه؟ سورپرایز من اینه که من نتونستم 3 تا چالش انجام بدم. به جای اون 3 تا چالش شما قراره داخل کامنت ها برام
چالش تعیین کنید. وقت چالش که بیشترین لایک رو بخوره من انجام میدم. یعنی داخل یک کامنت 3 تا چالش برام بنویسید من اون 3 تا رو انجام میدم. عشق خودم این تا ویدیو بعدی. بدرود، عاشقتونم. جیبتون پرپول، سلامت باشین.